درس دهم 14 کلید قرآن شناسی استاد عبدالظاهر دایی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. امروز درس دهم میخوانیم و همین چپتری که امروز روان کردیم براتان. امروز درس دوم این چپتر دقیق تر است. بعض غلطی هایی که داشت و دیگه چپتر رو اصلاح کردیم. از روی زمین انشاءالله درس ادامه بدیم. امروز درس دهم است. بسم الله الرحمن الرحیم. درس دوم معرفی نامهای الله سبحانه و تعالی. اسماء الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان، اول تعریفش می‌بینیم که قرآن عظیم الشان اسماء خدا این اسما را چی گفته است. قرآن عظیم الشان نامهای الله سبحانه و تعالی را اسماء الحسنا میگه. الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره طه آیت 8: الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله خود معرفی میکنه که لا اله نیست، هیچ معبود به حقی که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه الا هو، بغیر از اون. له الاسماء الحسنى، برای الله متعال اسماء حسنا هست، یعنی نامهای نیک است. اسماء الحسنا را چرا اسماء الحسنا میگن؟ به خاطر ازی که این نامها وقتی که نامش زیبا و نیک است، صفات خوب و نیک و شایسته دارن که به جلال، عظمت و کبریای خالق متعال شایسته است. این نامهایی است که توسط آن طلب می شود. در کتاب و سنت، یعنی در قرآن و سنت ثابت هستند و هر کدام به عظمت، بزرگی، جلال و کبریای خالق متعال دلالت می کنند. اسماء الله الحسنا در قرآن به چند شکل آمده؟ به 3 شکل آمده. بعضی از این اسما به شکل مفرد استعمال شده و بعضیش به شکل مرکب. مفرد چی معنی؟ مثلا یک نام ذکر شده از نامهای الله سبحانه و تعالی. مثلا میگه که والله لا يحب الفساد. اینجا الله تنها ذکر شده، مفرد ذکر شده. مثلا در آیت دیگه الحمدلله رب العالمین. در بعض جای دیگه است که باز اسمها مرکب، یعنی 2 اسم یک جای ذکر شده. منظور ما از مرکب اینجا چی است؟ یعنی 2 نام ذکر شده. مثلا السمیع العلیم، الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا الرحمن الرحیم 2 اسم با هم یک جای ترکیب شده. طبعا وقتی که مفرد می باشه معنای خاص خود می داشته باشه، و وقتی که مرکب میشه باز اینجا معنای خاص دیگه هم برای پیدا میشه که او دیگه معنا هم ما و شما باز میشه اکثرش بحث بکنیم. و قسم سوم مثلا نامهای متعدد است در یک آیت. اینجا منظور ماست که در یک آیت یک نام اومده. بعضی آیات هاست که در یک آیت 2 نام پولو اومده، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم. و بعضی اوقات در یک آیت مثلا چندین نام الله آمده. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اینجا سعی کنید چندین نام الله در یک آیت آمده. ما شما شروع میکنیم از قسم اولش، همون نامهایی که به شکل مفرد در آیات قرآن آمده است. اگرچه مثلا بعض نام هاست که در یک آیت قرآن مفرد آمده، در آیت دیگه باز تو 2 نام با یک نام دیگه یک جای ذکر شده است. خب به هر صورت به خاطر آسان شد بر شما یک قسمی را تقسیمش کردیم تا بر شما دقیق تر بفهمیم. خب از جمله نام هایی که تو مفرد بیان شده هست، اولین نام را که میخوانیم نام الله سبحانه و تعالی هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میگه والله لا يحب الفساد. الله فساد دوست نداره. سوره بقره آیت 205.
و در آیت دیگه میگه انما الهکم الله الذی لا اله الا هو، انما یقینا الهکم، معبود شما الله هست، الذی، او ذاتی که لا اله نیست هیچ معبود به حق الا هو مگر او. در سوره طه آیت 98. چی معنا داره و چی دلالت های داره نام الله؟ نام الله این لفظ الجلاله میگن، یعنی لفظی که برای ذات ذوالجلال این نام خود به این نام یاد کرده و هیچ مخلوق به این نام حق نداره نامگذاری شده. چی معنا میده نام الله متعال؟ چی دلالت داره؟ چی مفهوم داره؟ اول نام الله نام ذات است که آسمان و زمین و آفتاب و مهتاب و سایر مخلوقات خلق کرده. یعنی خلاصه دین اسلام چی هست؟ اگر کسی شما پرسان میکنم این خلاصه اسلام چی هست؟ خلاصه اسلامی است که ما نامهای الله را یاد بگیریم و مطابق از او زندگی بکنیم. یعنی 24 ساعت مطابق همین نامهای الله زندگی بکنیم که الله چه قسم ذات است و ما چه قسم باید زندگی بکنیم. پس اینجا الله نام ذات است که آسمان، زمین، آفتاب، مهتاب و سایر مخلوقات خلق کرده. پس ما و شما چه قسم زندگی میکنیم که باید بغیر از خالق دیگری را جستجو نکنیم. دوم، الله نام است برای معبود به حق که پرستش وی حق است. پس اگر ما میخوایم که به حق عبادت بکنیم، پس الله معبود به حق است که عبادت میشه. ما سوى الله تمام معبودها، هر کسی که عبادت شه او معبود باطل است. ولو که ملائکه یک کس عبادت کنه او معبود باطل است، ولو که پیغمبر کس عبادت بکنه معبود باطل است، ولو کس ولی را عبادت بکنه معبود باطل است. الله معبود به حق است که پرستش از او حق است. لا اله الا الله، نیست معبود به حق. لا معبود به حق یعبد الا الله. سوم، الله نام است که در آن تمامی صفات الله گنجانیده شده است. یعنی تمام صفات الله خلاصه شده در چی؟ در نام الله. وقتی که انسان یک مرتبه میگه که سبحان الله والحمد لله یا الله لا اله الا الله والله اکبر، وقتی که یک مرتبه نام الله را در زبانتان میارین، این مثل ازی است که تمام نامها و صفات الله را شما ذکر کردین. چقدر این اجر داره. اما کلمات خدا و کلمات سختن و کلمات گاد یا هیچ ثواب و هیچ اجر ندارن، بلکه حتی برای انسان اگر عقیده درست داشته باشه حتی گفتن ازی برش گناه میشه، به خاطر ازی که الله در این اسماء حسنای الله گاد و خدا و سختن نیست، بلکه در نامهای الله اینمی نام الله الله است و اسماء و صفات الله که هستن این میگه در 99 نامی که در قرآن و سنت هست این ذکر میشه. خب دیگه الله سوم نام است که در آن تمامی صفات الله هست. چهارم، الله ذات است که حاجتهای مخلوق روا میکنه. یعنی الله هست که وقتی انسان از پیشش بخواهد او حاجتها را روا میکنه. و پنجم، الله نام ذات است که مستحق عبادت است. مستحق عبادت کی است؟ الله است. این نام امو ذات است. دیگرها که عبادت میشن عبادتشان حق نیست، باطل است. دیگر ششم، الله نام است به معبودی که عبادتش به جز از طریق پیغمبرانش فهمیده نمیشه. یعنی الله نام ذات است که عبادت از او به غیر از طریق پیغمبرانش فهمیده نمیشه. ما نمیتونیم از طریق عقل، از طریق دلیل، از طریق حس عبادتی برای خود چی کنیم؟ پیدا بکنیم. عبادت الله از طریق پیغمبرها فهمیده میشه. پیغمبر و وظیفه پیغمبر چی است؟ که 6 چیز در عبادت برای ما معلوم میکنن. نوعیت عبادت معلوم میکنن که چی عبادت است، چی عبادت نیست.
کیفیت عبادت معلوم میکنه که با چی کیفیت عبادت بکنیم، کمیت عبادت معلوم میکنه که چه قدر بکنیم. مثلا نماز صبح چند رکعت بخونیم، نماز پیشین چند رکعت بخونیم. نوعیت، کمیت، کیفیت، زمان عبادت، مکان عبادت و آله یا وسیله که توسط از عبادت میشه. مثلا عقیقه، وقتی الله شما را یک طفل داد، میخوایم برش عقیقه یک حیوان ذبح بکنیم، او تعیین شده، رسول الله هم گفته که گوسفند است. یک کس میخواد گاو عقیقه بکنه یا یک کس میخواد شتر عقیقه بکنه، نمیشه. یا مثلا عید و قربان، برای عید و قربان اما حیوانات شریعت تعیین کرده، گاو است و گوسفند است و مثلا بز است، اما شتر است. گاو میش یک قسم از گاو میش هم میشه. اما یک نفر میگه از بز که خب آهو خوب گوشتش مزه‌دار است و قوی هم است. خیلی هم میشه این مرسو کنه. امرای از این چیز برادرها مایکایتان رو لطفاً بسته بکنیم، مزاحمت ایجاد میکنیم. اینال پس این شد مربوط به چی؟ نام الله. دومین نامی که ما شما میخوانیم نام الله الرب است. الله سبحانه و تعالی میگه الحمدلله رب العالمین. سوره فاتحه. در سوره فاتحه ما شما میخوانیم که الحمدلله رب العالمین، پس الله رب العالمین هست. اینال رب، کلمه رب که یکی از اسماء و صفات الله هست، این چی مفهومی داره که ما این رو بفهمیم و مطابق از این زندگی بکنیم؟ الله اول معنای رب است که رب ذات است که خلق میکنه، خلق کننده هست، حفظ کننده هست، روزی دهنده هست، شفا دهنده هست، حکم کننده هست، تقدیر کننده هست. پس این افعال مربوط الله میشه، مربوط رب میشه، رب العالمین. اینا اگر کسی اینمی خلق کردن یا حفظ کردن یا روزی دادن یا شفا دادن یا حکم کردن از مخلوق تقاضا میکنه، او را رب به خود گرفتن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا مثلا خواستن که برشان قانون امور احبار و رهبانشان جور بکنن، اونا را رب به خود گرفتن، چون رب خلق کننده است و رب حفظ کننده است و رب روزی دهنده است و رب شفا دهنده است و رب حکم کننده است. دوم ذاتی که تربیه کننده مخلوقات و کائنات به تدریج میباشه، تربیه میکنه مخلوقات. چه قسم تربیه میکنه؟ تربیه دو قسم است. یکی تربیت خلقت است، یعنی کل ما و شما را الله تربیت میکنه. از روزی که انسان نطفه میباشه، بالاخره این نطفه به مضغه و خون است و بالاخره به مضغه و علقه و بالاخره گوشت و استخوان و پوست، این مراحل بسیار زیاد سپری میکنه. این کل ازی تربیه کننده ازی کی هست در بین بطن مادرش؟ الله متعال است. بالاخره این انسان مثلا تولد میشه، بازی دندان میکشه. این تربیت در مخلوقات که است، این کلش مربوط به رب العالمین میشه. این تربیه خلقت است که ما را عقل داده، اعضای بدن است، قوای نفسی داریم، قوای عقلی داریم. این است. دوم تربیه هدایت است که الله متعال بر ما قرآن عظیم الشان و بر هر امت کتاب‌های و پیغمبرای روان کرده، به خاطر چی که اینا هدایت شوند. این تربیه چی میگن؟ هدایت میگن. هدی للناس. این تربیه کننده کی است؟ الله است. ما را کی تربیه کرده؟ الله. چه قسم تربیه ما کرد؟ پیغمبر فرستاد، قرآن فرستاد. اگر الله پیغمبر نمی فرستاد و قرآن را نازل نمی کرد، ما و شما بی تربیه بودیم، ما و شما کافر می بودیم، ما و شما بیدین می بودیم. پس تربیه کننده ما کی است؟ الله است. سوم تربیه توفیق است. تربیه توفیق چی را میگه؟ که الله متعال به بسیاری از انسانهای مؤمن توفیق عبادت و توفیق هدایت و توفیق فهم عقیده درست میده. امیالی که شما دمی درس گوش میگیرین، یا از طریق تلگرام یا از طریق اینستاگرام یا از طریق گوگل میت یا از طریق یوتیوب یا از طریق عادی مثلا در کامپیوترتان درسان انداختین گوش میگیرین، امی که شما امیال به عوض از این امیال بسیاری کسان در زنا مبتلا هستند، بسیاری کسان در سرقت مبتلا هستند،
همین نعمت بزرگی که الله متعال برای ما و شما داده شکر از اینه بکنیم نکنیم. بسیار کسا هستن که سنشان در 60 و 70 میرسن، الله را نمیشناسن، رب العالمین نمیشناسن. وقتی که الله متعال برای ما و شما این توفیق داد و ما و شما این را میشناسیم، این بزرگترین نعمت الله هست. تربیت کننده ما این تربیت خاص است که انسان الله متعال بنده های خاص خود تربیت میکنه. سوم ذات است که رب ذاتی هست که اون مصلح هست، یعنی امور مخلوقات چی میکنن؟ اصلاح میکنن. چهارم ذاتی هست که مالک متصرف است در تمام کائنات. وقتی که مالک متصرف است، در آفتاب کی تصرف میکنه؟ الله. در مهتاب کی تصرف میکنه؟ الله. در سیارات کی تصرف میکنه؟ الله. در وجود ما، در خلقت ما، در خلقت عالم هستی کلش مربوط به الله میشه. وقتی که الله مالک متصرف است، بعضی کسا مالک متصرف خود یک مخلوق میگیره. اینجا چرا؟ اینه میگیره به خاطر که رب العالمین نشناخته. رب العالمین نشناخته. اگر بشناسه که مالک متصرف الله هست، بنابراین هیچ وقت در مالک متصرف که تصرف در کائنات میکنه، یعنی ترتیب و تنظیم اینا را میکنه، زندگی و مرگ برای انسان میده، عجلش تعیین میکنه، مرگش تعیین میکنه، این الله هست. پنجم ذاتی که سیادت مطلق داره، از سید المطاع گفته میشه، یعنی تشریع کننده. عرب ها میگن رببت القوم ای سستهم، یعنی من تربیه کردم قوم، یعنی سیاست کردم اونا را. چه قسم سیاست کردم؟ ای کنت فوقهم، بالای از اینا بودم و بر از اینا چی کردم؟ قوانین ترتیب و تنظیم کردم. پس الله متعال برای یک انسان مسلمان از سید المطاع هست که بر ما حق و الله تعیین میکنه. چی حق است؟ الله میگه. چی باطل است؟ الله میگه. چی خوب است؟ الله میگه. رب تعیین میکنه. چی باطل است؟ الله که رب العالمین است او تعیین میکنه. در این کائنات تمامی نظام ازیره کی تعیین میکنه؟ رب العالمین تعیین میکنه. پس این شد چیز رب العالمین که یک انسان مسلمان وقتی که این یاد گرفت مطابق از این زندگی میکنه. انسانی که رب العالمین شناخت هیچ وقتی به قبر نمیره که مرا شفا بده یا دندان مرا قبر جور بکنه، یا این صاحب قبر مثلا صاحب قبر شاید انسان خوب بوده لکن رب نیست، مخلوق است. او که شفا میده و اذا مرضت فهو یشفین، او الله هست. پس الله هست که شفا میده. این بنده بیچاره خودش در زیر خاک هست. این بنده خودش اگر انسان خوب است، آل در جای بسیار عالی در جنت های الله روحش است، در جنت الهی عند ربهم یرزقون. به این خاطر انسان مسلمان وقتی که رب خودش شناخت مطابق از زندگی میکنه. سومین نام الله احد است. قل هو الله احد. احد یکی از اسماء و صفات الله هست. چی معنا داره، چی دلالت داره، چی مفهوم داره تا ما رو بفهمیم و مطابق از زندگی بکنیم. اول احد اسم فاعل یا صفت مشبه برای ذات است که او به احدیت موصوف است، یعنی او ذات یگانه هست. دوم احد به معنای انفراد و یگانگی است در ذات، صفات، افعال، عبادت، حکم و نام‌های. پس او یگانه هست در این 6 چیز. در ذات خود یگانه هست، در صفات خود یگانه هست، در نام‌های خود یگانه هست، در افعال خود یگانه هست، در حکم خود یگانه هست و در عبادت خود یگانه هست. سوم ذاتی که به تمامی صفات کمال یگانه هست، یعنی تمامی صفات کمال داره و هیچ کسی در صفات از او شریک نیست. چهارم ذاتی که در الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات خود یگانه هست. پنجم این که ذاتی که هیچ کسی مثل او نیست، لیس کمثله شیء. هیچ کس مثل از او در ذات و صفاتش و در عبادتش نیست، هیچ مخلوقی، حتی ملائکه، حتی پیغمبران. ششم ذاتی که شریک و فرزند و همسر نگرفتن.
و ذاتی که هفتم ذاتی که در قوانین و قیاس ها با مخلوقات مساوی نیست. نباید در قیاس هایی که مخلوقات میکنیم که مخلوق این قسم است، مخلوق او قسم است، مخلوق این قسم میکنه، الله متعال شبیه کس نیست که در ذاتش و در صفاتش شریک شود. هشتم، احد به معنای انفراد او از تمامی صفات مخلوقات با اثبات تمامی صفات کمال است. تمامی مخلوقات چی هست؟ از تمامی صفات مخلوقات جدا هست. صفات الله صفات خاص است، صفات عظمت است. نومی است که مثلا در بعض جای احد آمده، در بعض جای واحد آمده. کسی میگه خیلی احد و واحد چی فرق دارن؟ احد ذات است که نفی مثل میکنه، یعنی مثل الله هیچ چیز نیست. اما واحد که است این نفی تعدد میکنه. وقتی که بعضی کسا لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، باز اینجا میگن انما الهکم اله واحد. بنابراین واحد نفی تعدد است، اما احد نفی شبه و مانند، یعنی هیچ کسی شبیه الله در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عبادتش، در حکمش هیچ کسی نیست. از این خاطر قل هو الله احد. به این خاطر وقتی که سوره احد، وقتی که بعضی کسا آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن، بعضی کسا 2 معبود گرفتن، بعضی کسا 3 معبود گرفتن، بعضی ها مثلا این تشبیه میکنن با انسان ها، بعضی تشبیه میکنن با پاچا. یعنی سوره قل هو الله احد، سوره اخلاص نازل شد که انسان مؤمن مخلص همین هست که این بگویه که الله ذات احد است، یگانه هست، مثل از او هیچ چیز نیست. الله الصمد، الله بی‌نیاز است. چهارمی نامی که ما و شما میخوانیم نام الله الصمد است. قل هو الله احد الله الصمد در سوره اخلاص. صمد ذاتی که بی‌نیاز است، ذاتی که همه مردم به او محتاج است و او به هیچ کسی محتاج نیازمند نیست. اول ذاتی که تمام انواع شرف و سیادت در او کامل می باشه، این صمد میگه. تمام انواع عزت و شرف و سیادت در او کامل است، در علمش، در قدرتش، در عظمتش. دوم ذاتی که تمامی مخلوقات او را قصد میکنن. الله صمد است به خاطری که تمام مخلوقات به او رجوع میکنن، به او التجا میکنن، از او میخوان و به او در سختی ها و در مشکلات استغاثه و عاجزی میکنن. این ذات صمد میگن، چرا کل مردم به طرف از او در عاجزی خود، در پناه خود به او رجوع میکنن. سوم ذاتی که از همه چیز غنی هست و همه به او فقیر هستند. این صمدیت الله است. ذاتی هست که به هیچ چیز نیاز نداره، نه به فرزند نیاز داره، نه به والدین نیاز داره، نه به همسر نیاز داره، نه به شریک نیاز داره، نه به مقربین نیاز داره، به هیچ کسی نیاز نداره. ذات صمد است. لکن همه مخلوقات به او محتاج هستند، از ملائکه، از پیغمبران، از اولیاء الله، از انسانها، از فقیر و مالدار، همگی محتاج و غنی بنده احتیاج درن. آنان که غنی ترن محتاج ترن. وقتی که غنی رو سعی میکنیم اینقدر مریضی ها داره و اینقدر مشکلات داره، بلد پریشر میگن، مثلا فشار خون داره و بعضیش ببینی که مثلا کنسل دارن، بلد کنسل، مثلا سرطان خون داره و دیگه چه ببینی مثلا مشکل میده داره. آنان که غنی ترند محتاج ترند. پس الله صمد است، به هیچ کسی محتاج نیست، ولی دیگرها کلگی، حتی پادشاه و رئیسای جمهوری ها کلشان ببینی محتاج هستند. و الله متعال چهارمیش ذات باقی بعد از فنای مخلوقات است. ذات است که بعد از فنای مخلوقات او ذات باقی هست. کل من علیها فان، تمام مخلوقات فانی میشن. و یبقى وجه ربک ذی الجلال و الاکرام. خب دیگه ذات بی‌نیازی که نمیخورد و نمیروشد. الله صمد است. چرا صمد است؟ به خاطر که محتاج و
ضرورتی به خوردن و نوشیدن و این مسائل نداره. ما و شما عاجز هستیم، اگر نخوریم میموریم، اگر ننوشیم میموریم. یک روز که نان نخوریم وضعیت ما خراب میشه و ضعف خود در روزه میفهمیم. وقتی که روزه میگیریم یک روز سهل میگیریم این نزدیکای دیگر شام که میشه که بیخی وضعیت خراب میباشه. پس این از چی است؟ این از اما صمدیت الله این چی رو تقاضا میکنه که الله به هیچ چیزی ضرورت نداشته باشه. الجم نام الله نام الرقیب. الرقیب این الله کان علیکم رقیبا، سوره نساء آیت اول. یقینا که الله بالای شما رقیب است. رقیب است چی گرفته شده؟ از مراقبت. مثلا شما در یک اتاق شیشتین، آل فعلا مثلا در این اتاق اگر کمره سیکوریتی کمره باشه، کمره های مراقبت باشه، پس انسان هر حرکتی که میکنه متوجهش میباشه که این مرا فیلم برداری میکنه و بالاخره اگر ایده مثلا کشف شما من رسوا و بیاب میشه. انسان مؤمن موحد میفهمه که 24 ساعت کمره های الهی بالای از این نصب است. الله ذات رقیب ایره مراقبت میکنه با ذات و جلال خود. سبحان الله. وقتی که از در روز قیامت از پیش عیسی علیه السلام پرسان میشه، بعضی کسا بسیار کسا هستن عیسی علیه السلام عبادت میکنن، بعضی کسا مثلا بر پیغمبر را بسیار افراط میکنن و بالاخره او صفات الوهیت میتن. بعضی کسا بر اولاده پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار افراط میکنن. همین شرک از چی پیدا میشه؟ از افراط در دوستی مخلوق. انسان باید در دوستی مخلوق چی کنه؟ متوسط باشه. ما رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داریم، به مو اندازه دوستش داریم که میگیم و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش گفت لا تطرونی، من زیاد توصیف افراطی نکنیم. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مثل که نصرانی ها ابن مریم عیسی علیه السلام بسیار افراط کردن، بالاخره گفتن که بنده الله نیستی، مثلا به سر الله صفات الوهیت و ربوبیت به رسول الله. الله متعال چی میگه؟ الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم تطرونی ولکن قولوا، لکن شما بگویید که عبد الله و رسول، بنده الله هست و رسول الله هست. متوجه هستید؟ بنده الله هست و رسول الله هست. در اینجا بعضی کسا باز میگه که نه، ولی ما در روز قیامت بازی عیسی علیه السلام، الله متعال میگه که در روز قیامت عیسی علیه السلام استاد میکنه و هر پیغمبر و هر ولی و هر کسی که از اولاد پیغمبر افراد محبت شده باشه و بر از او عبادت صورت گرفته باشه، الله متعال رو استاد میکنه. عیسی علیه السلام میگه انت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله. عیسی علیه السلام بخیف بیشتر کل خلائق استادش میکنه، آیا تو گفتی که من و مادر مردم معبود بگیریم؟ عیسی علیه السلام در سوره مائده آیت 110 میگه که عیسی علیه السلام میگه که ما قلت لهم الا ما امرتنی به. یا الله ما چیزی نگفتم بغیر از اینا من نگفتم مگر چیزی که مرا امر کردی. انا اعبد الله ربی و ربکم، بر شما امر گفتم شما عبادت بکنین الله را که رب ما هم است و رب شما هم است. و کنت علیهم شهیدا، ما بالاشون شاهد بودم تا وقتی که ما بودم شاهدشان بودم. ما دمت فیه، تا وقتی که من بودم کتشان. فلما توفیتنی، وقتی که یا پروردگارم مرا برداشتی از زمین به طرف آسمان بردی، کنت انت الرقیب علیهم، یا الله تو رقیب بودی بالای از اینا، مراقب اعمالشان تو بودی. و انت علی کل شیء شهید. اینجا معنای رقیب هی است که الله متعال ذات رقیب است. رقیب چی معنا، چی مفهوم؟ رقیب ذات حفظ کننده هست. چی مرا حفظ کننده است؟ یعنی هیچ چیز از او پوشیده نمیمانه، چیزی از او غائب نمیمانه و مخلوقات به بهترین نظام و کاملترین نظام تدبیر و حفظ میکنه. این ذات رقیب است که کل چیز مراقبت میکنه. پس میفهمه که گناه در کی هست. هیچ وقت یک پیغمبر، هیچ وقت اولاد پیغمبر، چون ما عقیده داریم که پیغمبران موحد بودن، اولادای پیغمبران موحدین بودن، اولادای
بس پیغمبرایی که کافر بودن مثل پسر نوح علیه السلام و خلایل است، لکن اولادای پیغمبرای ما مثلا اولادای رسول الله صلی الله علیه و نواسایش اینا مؤمنین بودن، موحدین بودن، هیچ وقت نگفتن که بیا کسی ما را عبادت بکنن، یا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یا کدام پیغمبر یا ملائکه یا نبیین صدیقین شهدا و صالحین. بنابراین کل از اینا چه هستند؟ بنده های الله هستند و میفهمند که الله هست که رقیب است بالای همه و میفهمند الله متعال که کی تهمت میکنه سر پیغمبرها، کی تهمت میکنه سر اولیاء الله، کی تهمت میکنن سر اولادا و نواسای پیغمبران و در اونجا اونا را استاب میکنه. وقتی که عیسی علیه السلام میگه یا الله من از اینا بیزار هستم، خلاص دیگه با سر کلشان خم میشه که والا ما در اشتباه و در غلطی بودیم. الرقیب دوم ذات است که با سیطره و قدرت از مخلوقاتش مراقبت میکنه، با سیطره و با قدرتی که داره، با علم خود و با قدرت خود الله متعال بنده های خود مراقبت میکنه. یعنی امروز در تکنولوژی مخلوقات به اندازه رسیده که یک وزیر مثلا در وزارت خود تلویزیون میمانه و اونجا کامره ها را نصب کرده و تمام اتاقهای تمام کارمندای خودم مراقبت میکنه که کدام کارمند ما کار میکنه، کدامش آمده، کدامش نامده، ولو که 100 اتاق 200 اتاق باشه. امروز وقتی که ما و شما در عصر ساینس و تکنولوژی زندگی میکنیم، این مراقبت الله برای ما و شما فهمیدنش بسیار آسان است نسبت به کسایی که مثلا از تکنولوژی بیخبر هستن. چرا وقتی که مخلوق میتونه که این قسم مراقبت بکنن، یک وزیر میتونه در وزارت خود مراقبت بکنه، الله رب العالمین است از تمام آسمان ها و زمین، 7 آسمان و عرش و لوح و قلم، دنیا و آخرت، از تمام مخلوقات خود چی است؟ مراقبت میکنه. چرا ذات است چی است؟ الرقیب. انسان وقتی که امی صفت الله را در قلب خود داشته باشه و واقعا بفهمه که الله مرا مراقبت میکنه و الله مرا میبینه، هیچ وقت جرأت گناه انسان نمیکنه، سرش خم نمیشه و هیچ وقت جرأت نمیکنه. اما شیطان بسیاری وقتا در مغز انسان، در رگ انسان داخل میشه و بالاخره این شیطان این وسوسه میکنه، همین صفت رقیب الله از ذهن انسان دور میشه و به می خاطر انسان مرتکب چی میشه؟ گناه میشه. الرقیب سومی ذاتی که سمعش به تمامی مسموعات مراقب است، که سمع الله متعال یعنی تمامی چیزهایی که شنیده میشه الله میشنوه و بصر الله متعال صفت بصارت البصیر الله متعال همه مخلوقات میبینه و علمش به تمامی معلومات آشکار و خفیه چی است؟ مراقبه. چهارم الرقیب ذاتی که به آنچه که در فکر و خاطره خطور میکند همه از اون ذات الرقیب میفهمه. وقتی که این ذات الرقیب چیزهایی که در قلب انسان هست این رو میفهمه، پس چیزهایی که انسان عمل میکنه او رو خود به شکل درجه یک میفهمه. لطفاً مایکایتان رو بسته کنین، صدایتان مزاحمت میکنه. مایکایتان مزاحمت میکنه برادران. ششم از نامهای الله متعال الشهید هست. الله متعال میگه برادر عزیز مایکایت هم فکرتون باشه. دیگه از نامهای الله متعال الشهید هست. الشهید الله سبحانه و تعالی می فرماید که فکفى بالله شهیدا بیننا و بینکم، در سوره یونس فکفى بالله شهیدا بیننا و بینکم، پس کافی هست
الله که شاهد باشه در بین ما و شما. پس اینجا علامه سعدی رحمه الله یک مفسر قرآن است، این چی میگه؟ میگه الرقیب و شهید از نامهای نیک الله هست و مترادف می باشه. یعنی معنای عموم مفهومی را که در رقیب خواندیم عموم مفهوم در شهید هم میخوانیم، یعنی عموم معنا را او هم میده. پس شهید چی معنا میده؟ یعنی ذاتی که شاهد است. ما یکون من نجوا من ثلاثه الا هو رابعه. وقتی که در یک جای سه مخلوق می باشه یعنی چهارم از او الله هست که اونجا حاضر است با علم خود و با قدرت خود. نباید الله را با مخلوقات تشبیه بکنیم. الله با علم خود و با قدرت خود در اونجا حاضر است، شاهد. پس شهید ذات است که هیچ چیز از وی پوشیده نمیماند. یک قاعده هستی را خوب دقیق یاد بگیرید که وقتی از صفات الله متعال از شهید بیان میشه، وقتی که علم، علیم، خبیر، لطیف، شهید، این چهار نام الله بسیار نزدیک هستند. وقتی که علم به شکل عام بیان میشه اینجا الله متعال علیم میگه، عام علم الله علیم است به تمام آنچه هست. وقتی که از مسائلی که مربوط قلب میشه و خفیه میباشه که بسیاری کسا او رو دیده نمیتونن، اینجا باز الله متعال صفت خبیر خود استعمال میکنه. و در جایی که بسیار دقیق باشه که مخلوق هیچ او را بسیار مشکل است که انسان او را ببینن، در اونجا الله لطیف است استعمال میکنه، بسیار باریک بین. و در جایی که مسائل آشکارا باشه باز الله متعال صفت شهید الله متعال استعمال میشه. اینال شهید ذات است که هیچ چیز از وی پوشیده نمیمانه، ولو که به اندازه یک مثقال ذره باشه. یعنی یک ذره را شما بگیریم به 1000 قسمت میده شود، اونمون هم چی میشه؟ از پیش الله او دور شده نمیتونه، الله او رو میبینه. یعنی حرکت یک مرچی سیاه در یک لباس سیاه در شب تاریک سیاه الله متعال میبینه. این صفت چی است؟ صفت شهید الله است. دوم، ذات است که مطلع است به همه اشیا، هر صوت خفی و آشکار را میشنوه، هر چیز کوچک و بزرگ الله متعال میبینه. دیگه الله متعال میگه وقتی که الله متعال با صفت رقیبش امور سری و نیتها را که مربوط قلب میشه درک میکنه، بناء با صفت شهیدش امور ظاهری را که با اعضای بدن انجام داده میشه این خوب به طریق اولاد درک میکنه و میفهمه الله متعال. از این خاطر در سوره مجادله آیت 6 الله متعال میگه یوم یبعثهم الله جمیعا، روز قیامت که الله متعال تمامی از اینا را مبعوث میکنه، فینبئهم بما عملوا، باز الله همه کس به اعمالی کرده خبر میده. احصاه الله و نسوه، الله متعال کل زیر احصایه کرده، کلش محاسبه کرده، کلش دقیق حفظ کرده. ولکن امی خود انسان چی کرده؟ خود انسان اما اعمال خود فراموش کرده. والله على كل شيء شهید، الله بر هر چیز شهید است، یعنی شاهد است و حاضر است.